درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی برنامه اطلاعاتی امروز را آغاز می نماییم. در استودیو با شما من ملوین منظرова هستم. اینک توجه نمایید به سرخط مهمترین خبرهای روز. آیا کشور مالدو صابر ولیو را به تاجیکستان استرداد می کند یا نه؟ یاور کاتب دولت ایالات متحده آمریکا استقلالیت کشورهای آسیای مرکزی را دستگیری می کند. سنه و مکان انجمن حساباتی انتخابات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان معین شد. همزمان چاپخانه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را مهر زدند، اما با کدام سبب؟ در خوجند شهرک خطایی بنیاد می شود. جوان دختران تاجیک صاحب مدال‌های برنجی چمپیونات آسیا عاید به باکس گشتند. چند پیش معاون راهبر گروه 24 صابر ولیو را در فرودگاه شهر کشینیوف دستگیر کردند. ایوان مزور، یکی از وکیلان دفاعی صابر ولیو، روز 13 آگوست در صحبت با خبرنگاران گفت که ولیو بر اساس کدکس جنایی تاجیکستان برای دعوت عمومی به سرنگون ساختن حکومت با راه زوری، فعالیت افراطگرایی و اشتراک در اتهام اکستریمیستی ایبدار می شود و بر اساس همین اتهامات مقامات انتظامی تاجیکستان او را در پرگرد جنایی قرار دادند. ایوان مزور قضیه ولیو را صرف سیاسی عنوان میکنند و میگویند هنوز با اتهام گفتن دشوار است که دولت مالدو این شخص را استرداد میکند یا نه. پیوندان صابر ولیو میگویند که او متخصص مناسبت‌های بازرگانی و صاحبکاری بوده. از سال 2006 به این سو با کارهای تجارتی مشغول بود. اما مادر صابر ولیو میگوید که پسر من یگان جنایت صادر نکرده، تنها در مورد کمبودی و نقصانها صدا بلند نموده است. دیگرگونی ساختن و آزادی خواستن جنایت نیست و نباید در نسبت این گونه جوانان چنین حکم سنگین را روا دید. چون حالا جوانان جهان گشته شدند، عقیده‌های آنها نیز دیگر شده است. پدر و مادر صابر ولیو فرزند خود را بیگناه می شمارند. دادگاه در پایتخت مالدو قرار کرده است که صابر ولیو معاون راهبر گروه 24 تا 18 روز در بازداشتگاه می ماند و در این مدت مسئله استرداد شدن یا نشدنش به تاجیکستان بررسی می شود. طبق معلومات هایی که در واسطه های اخبار شده است، مالدو یک کشوری که رو به سوی اروپا دارد و نباید قانون شکنی کند و حقوق پایمال کنی نماید. زیرا به گفته ادوکات ماده اکستریمیست که به آن پسر مرا گناهکار میکنند در کودکس جنایی این کشور وجود ندارد، زیرا که در مالدو احترام و شرف انسان و حقوق انسان رعایت می شود و یک کشور دموکراتی است. من همچون مادر خواهش دارم که فرزند من یگان گناه صادر نکرده است و تنها آواز بلند کرد و از حقوق خود را و میخواست که در جامعه همه دیگرگونی شود. دیروز در بنای سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان کنفرانس مطبوعاتی آنلاین یاور کاتب دولت ایالات متحده آمریکا عاید به مسائل آسیای جنوبی و مرکزی نشید سای بیسوال از واشنگتن دایر گردید که در آن به مسائل بررسی استراتژی مورد عمل قرار گرفت. بیسوال ضمن نشست خبری در این رابطه اظهار نمود که عامل اساسی استراتژی ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی در دستگیری صاحب استقلالی و امنیت کشورهای منطقه ifade می‌یابد. من شاهد بودم که در کشورهای منطقه آسیای مرکزی رابطه‌ها زیادند و همگرایی نیز به طور کافی راه اندازی شده است، ولی امکانات آن را باز هم می‌تواند استفاده کرد. در همین حال بیسوال تاکید داشت که ایالات متحده آمریکا با مشکلات منطقه از قبیل تروریسم و افراطگرایی و قاچاق مواد مخدر مناسبت جدی داشته در مبارزه با این پدیده‌ها اشتراک می‌کند. ایالات متحده آمریکا در این منطقه منفعت‌های درازمدت را پیگیری می‌کند. ایالات متحده آمریکا برای تحکیم بخشیدن به امکانیت ارتش افغانستان با آنها همکاری زیست داشته با حکومت تاجیکستان نیز در این سمت همکاری می‌کند. ما برای تحکیم محافظت مرز همکاری را ادامه داده تامین امنیت در افغانستان را دستگیری خواهیم کرد، افزود بیسوال. امروز انجمن انتخاباتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برگزار گردید. در این انجمن رئیسان بخش‌ها، رئیسان مؤسسه‌ها و مسئولین مرکزی حزب شرکت داشتند که مسئله اساسی این انجمن معین گردیدن سنه دقیق انتخابات 12ام حسابات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود که در این انجمن شورای عالی سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سنه و مکان برگزاری انجمن نوبتی حزب را معین کرد. درباره این انجمن محمد علی حید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با خبرنگارانمان صحبت کرد. امروز جلسه نوبتی ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان
خب به کار خود شروع کرد که در کار این جلسه رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در رژیم آنلاین و دیگر اعضای ریاست عالی که در خارج شرکت دارند و همچنین اعضای ریاست عالی از داخل کشور، رئیسان شعبه ها، رئیسان بخش ها، مسئولین مرکزی حزب شرکت داشتند و در روزنامه جلسه امروزه ریاست مسئله دعوت انجمن 12 حسابات انتخاباتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جلسه ریاست عالی قرار کرد که روز 15 سپتامبر سال جاری در شهر دوشنبه انجمن 12 دعوت کرده شود و در کار آن تعداد وکیلان از مرکز، از منطقه ها، از خارج کشور و همچنین مهمانان داخلی و خارجی شرکت خواهند ورزید. برای آمادگی به انجمن 12 ستاد آمادگی به انجمن نیز از طرف ریاست عالی تشکیل کرده شد. انشاءالله در مدت 1 ماه این ستاد به کارهای آمادگی به دعوت انجمن مشغول خواهد بود. همچنین 13 август حکمت‌الله سیف‌الله‌زاده درباره مهر زدن در معطر یعنی چاپخانه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از طرف نمایندگان وزارت فرهنگ، کمیته انداز تاجیک استاندارد و اداره سانیتری اپیدمیولوژی و مکتوب وزارت فرهنگ به قرارگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آمده گفتند باید فعالیت مطبع را مورد سنجش قرار دهند. در پی سنجش به دلیل وجود کمبودی‌های بهداشت فعالیت چاپخانه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان موقتاً منع شده است. سیف‌الله‌زاده میگوید سرنوشت بعدی چاپخانه دوام 2 روز آینده معلوم خواهد شد، ولی بنابر بسته بودن در چاپخانه شماره نوبتی نجات با تعداد خیلی کمتر به نشر رسیده است. در تاریخ 12 ماه جاری یک گروه اومده در قرارگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اون چاپخانه‌ای که چوب نشریه نجات و سفینه امید مشغول بود، اون چاپخانه را از که سطح و از وزارت فرهنگ نماینده ها آمده مقصد گفت که اون چاپخانه را مهر زدن که همراه اونها نفرهای امنیتی هم حضور داشتند و دلیل و بهانه هایی که در اونجا آوردن اصلا دلیل بهانه هایی هستند که برای یک محکم کردن یک چاپخانه دلیل نمیشوند، ولی به هر صورت چیکار کنیم که خلاصه او را محکم کردند و چاپی اون مجله ما را در این هفته به تاخیر گذاشتند که دیگر مجله ما به چاپ نرسید. در این هفته جریمه های خیلی زیاد در هر باره یک جریمه را بالای همون چاپخانه بار کردنی هستند، حتی برای نبودن ماشینه حساب مثل یک کارخانه صنعتی و مثل یک کارخانه تجارتی ما را حساب کتاب کرده. میخواهند که یک تا ماشینه حساب هم باید ما داشته باشیم و امثال همین طور خلاصه امروزها دیگه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از پشت سپاریدن اون جریمه ها هست و از پشت باز گشایی کردن چاپخانه خودش. مقامات شهر خوجند خبر داد که چین در مرکز ولایت سوق با ساختمان یک شهرک آغاز کرده است و بناهای نخستینش بعد از 5 سال به مورد استفاده قرار خواهند گرفت. مجموعه بناهای نو استقامتی مکتب و انشاءات اجتماعی در خیابان رحمان نبی خوجند جایگیر است. رجبوی احمدزاده رئیس شهر خوجند و جوه شنجو مدیر کل شرکت پکین و گروهی از معماران ساختمانچیان چین 13 август صحبت آراست و تاکید کردند که در اساس نقشه ساختمانی شهرک بنیاد 15 بنای بلندیاشانه برای 1200 عائله، بنیاد مکتب 4 آشانه و دیگر انشاءات‌های اجتماعی پیش بینی گردیده است. در حکومت خوجند جناب احمدزاده از جناب چین خواسته است که هنگام ساختمان شهرک نو حقوق ساکنان این محل و معیار قانون‌های موجوده ساختمانی، استفاده عنصرهای ملی در طرح انشاءات، استفاده هرچی بیشتر کارمندان و متخصصان محلی را رعایت کنند. خبر ساختمان شهرک از سوی چینی‌ها در خوجند از حال میان کاربران تاجیک شبکه‌های اجتماعی بحث‌های مختلف را به وجود آورده است. برخی از کاربران از چنین طرح استقبال کرده آن را یک نوع پیشرفت نامیدند. تماشابینان گرامی، حالا شما را با برخی از خبرهای دیگر منطقه کوتاه آشنا می‌سازیم.
دمیتری مدویدوف نخست وزیر روسیه روز 13 آگوست گفت واردات مواد غذایی از 4 کشور دیگر اروپایی را ممنوع کردند. آلبانیا، چرنگوریا، ایسلندیا و لیختنشتین 4 کشوری هستند که روسیه از آنها موقتا مواد خوراکی را خریداری نمی‌کند. دادگاه قرغنده بررسی پرونده پرسر و صدای 21 منصبداری در گذشته بلندپایه با شمول سروزیر سابق قزاقستان سیریک احمدوف را با اتهام سوء استفاده از مقام، رشوه‌خوری، دزدی مبلغ‌های بودجه و شرکت غیرقانونی در فعالیت صاحبکاری ادامه می‌دهد. روز 13 آگوست عیبدار شدگان گفتند که با عیبنامه علیه آنها اعلان شده راضی نیستند. بیش از 100 داوطلب کورس دادرسی از امتحان‌های زبان تاجیکی بهای 3 گرفتند. شورای عدلیه تاجیکستان با برگزاری سنجش زبان تاجیکی برای حدوداً 200% کارآموز تنها به 49 نفر آنها برای کار در دادگاه تاجیکستان را خط داد. اما داوطلبانی که به امتحان را نیافتند و یا در این نیمه را از سنجش نگذشتند میگویند که این شرط نسبت همه داوطلبان استفاده نشد. مشزن تاجیک مفزون چوریوا و شاعر ذوالقرنین و در شهر اولانچابی چین روز 12 آگوست در دوره نیم نهایی مسابقه قهرمانی آسیا اوید به بوکس میان زنان برگزار گردیده ناکام شدند. هر دو مشزن تاجیک که از حق شرکت در دوره نهایی محروم گشتند امروز با مدال برنجی مکافاتانیده شدند. بنا به اطلاع سامانه رسمی کمیته ملی المپیای تاجیکستان مفزون چوریوا برنده مدال‌های برنجی بازی‌های تابستانه المپیای سال 2012 در لندن و چمپیونات‌های جهان، قهرمانی آسیا در سال 2010 در رقابت‌ها در وزن زیر 60 کیلو میباشد، ولی مفزونه در قوه آزمایی نیم نهایی از مشزن کره شمالی مغلوب گشت. نماینده دیگری تاجیکستان شاعر ذوالقرنین باشد در وزن زیر 64 کیلو که در دوره مقدماتی رقیب مغولش را شکست داد، در دوره نیم نهایی با ورزشگر دختر چین رقابت کرد. تماشابینان عزیز، اینجا به پایان برنامه امروز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می نمایم تا بخش‌های نوبتی. خدا نگهبانتان.